در شرح زیارت جامع کبیره به عبارتی میرسیم که در اون میگیم که کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا. یا اهل بیت نبوت، کلام شما نوره، امر شما امر به رشد و خلاصه راه درست هدایت، و وصیتکم التقوا، وصیت شما تقواست. You advise piety. You advise us to be pious. حقیقت ببینید عزیزان، روزه‌داری هم اینکه اهل بیت علیهم السلام ما را توصیه کردن به تقوا، وقتی ما میبینیم حقیقت روزه‌داری ها نگاه میکنیم طبق آیه قرآن، حقیقت روزه‌داری هم همین لعلکم تتقون. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند فرماد که ما روزه رو بر شما واجب کردیم همانطور که بر امتهای گذشته واجب کردیم لعلکم تتقون، تا شاید که شما تقوا پیشه بکنید. یعنی اون نتیجه غایی و اون هدف نهایی خداوند از واجب کردن روزه اینه که ما تقوا پیشه بکنیم. تقوا چیه؟ تقوا این است که انسان به یک ملکه‌ای برسه، به یک جایی برسه که اصلا از گناه دیگه سمتش نره. ببینید روزه‌داری فرمودن که خدا رحمت به استاد گفت روزه‌داری 3 تا بخش داره. یه روزه عام داریم و عوام، یه روزه خواص داریم، یه روزه خاص الخاص داریم. روزه عام چیه؟ روزه عام اون روزه است که انسان از همه خوردنی ها و آشاندنی ها و اینا جلوگیری کنه، نخوره، نیاشامه، محرمات رو انجام نده، سرش رو زیر آب مثلا نکنه، نمیدونم سیگار نکشه، رابطه نداشته باشه با همسرش، از اینجور چیزهایی که جز محرمات روزه است. اینو شما انجام بدید، بله روزت انشاءالله اینطوری بگیم که ازت تکلیفش ثابت شد، نیاز به قضا نداره، اما لزوما به این معنی نیست که روزت قبول شده باشه در درگاه پروردگار. روزه‌ای که میخواد قبول بشه باید یک درجه بالاتر از این باشه. So we can say that we have 3 levels of fasting. One general fasting is for those who only, don't eat or drink and stay away from the muharramat, the things that are haram while you're fasting. That's the general fasting. The second type of fasting is for those who not only do that but also try to practice piety. مرحله دوم روزه‌داری اینه که انسان برای خواص اینه که انسان همونجور که تو روایات اومده ان الصیام لیس من الطعام و الشراب وحده. صیام روزه‌داری فقط از این نیستش که انسان نخوره نیاشامه، فقط این نیست. حضرت فرمودن که اذا صمت، وقتی که روزه گرفتید، فاحفظوا السنتکم و غضوا ابصارکم، زبانتون رو کنترل بکنید، گوشتون رو کنترل بکنید. و اذا صمت، وقتی روزه گرفتید گوشتون باید روزه‌دار باشه، چشتون روزه‌دار باشه، دستتون روزه بگیره، پاتون روزه بگیره، قلبتون روزه بگیره، خانم‌ها موشون روزه بگیره. یعنی چی این اعضای بدن ما روزه بگیرن؟ یعنی اینکه اینها از گناه دوری کنن. ولی که من فقط نخورم نیاشامم، خب این که رژیم فاستینگ هم الان هست دیگه. رژیم فاستینگ حتما شنیدید که آقا 16 سال نخور. خب این که هنر نیستش که کافرام انجام میدن. اون چیزی که هنر هست و اون چیزی که ما رو به تتقوا لعلکم تتقون میرسونه و اون تقوا الهی میرسونه این هستش که انسان رعایت بکنه اموری که ممکنه در ماهای دیگه کمتر متوجهش باشه. خداوند زمینه رو فراهم کرده، شیطان رو در قل و زنجیر کرده در این ماه، چون ماهای دیگه ممکنه بهونه داریم. خدا شیطان بوده، من چیکار کنم؟ البته ماهای دیگه هم بهونه‌اش درست نیست، چون شیطان فقط میگه، اون چیزی که انجام میده خودمون هستیم. اما این ماه دیگه بهونه هم گرفته شده، شیطان که در قل و زنجیر. اگر این عرض می‌کنم عزیزان، انسان اگر اینکه تو این ماه رمضان خدای نکرده گناهی انجام میده، خیلی باید بترسه. این چرا؟ چون معلوم میشه این دیگه این کار زشتی دارن انجام میده از اون خباثت خودشه، این دیگه
پلیدی خودش رو بده. خیلی بعد اون گناه تمرکز کنه، ازش دوری بکنه. خلاصه این که روزه‌داری فقط این نیست. زمان پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی شنیدن که کسی یک خانومی روزه گرفته بعد و در حال روزه‌داری عرضم بزرگی که همسایه‌اش هم ناسزا گفت و حرف زشتی بهش زده. حضرت فرمودن که بیمونن بهش غذا تعارف کردن، گفت من روزه‌ام. حضرت فرمودن تو چطور روزه هستی که به همسایت ناسزا گفتی، حرف زشت زدی، زبانت روزه نبود. روزه داری فقط نخوردن یا شامیدن نیست. حضرت فرمودن که لا تجعل یوم صومک کیوم فطرک، روزه داری تو مانند روزه دیگه قرار نده. روزای دیگه بلند میشی، هزار کار دیگه میکنی، تلویزیون رو روشن میکنی، حواست نیست، موسیقیش بالا پایینه، چشت هر جا افتاد، زبانت هر چیزی گفت. حضرت فرمود روزت رو مانند روزهای دیگه قرار نده. غیبت نکن، دروغ نگو، ولا یغتب بعضکم بعضا. قرآن میگه همدیگر غیبت نکنه، پشت سر هم یه حرف نزنید. بعد در ادامه میگه واسه اینکه قبح این کار ما بفهمیم، خدا هم فرمود که ایحب ان یأکل لحم اخیه میتا، دوست دارید که کسی مثلا گوشت مردار برادر مؤمن خودش رو بخوره؟ بعدمون میاد چه کاریه؟ خیلی قدیه. خدا میخواد بگه غیبت اینه. روزه دارن و غیبت میکنن، میشه؟ نه. یه روایتی هم در مصادر اهل سنتی که میگن که پیغمبر یه روز همه روزه بودن، یه آقای اومد به پیغمبر گفتش من دخترامم روزن، ازت انتظار نکردن. هی گفت بابا اینا هم روزن، به اینا هم بالاخره تقبل الله بگید. حضرت فرمودن اینا چجور روزن در حالی که گوش خوردن؟ اینجا دختر گفتن ما کجا گوش خوردیم؟ ما هیچی نخوردیم از صبح تا الان. حضرت فرمودن غیب کنید، معذرت میخوام، بیرون بیارید. شما غیبت کردید، این گوشت برادر مؤمنتون رو خوردید و عملاً هم خلاصه گوشت مرداری از دهانش بیرون اومد. بعضی موقع ممکنه اتفاقا بیفته که خداوند ما نشون بده قبح گناه رو، کثافت بودن و گند بودن گناه رو چقدر پلیده. و انسان اینکه در این ماه روزه میگیره باید حواسش باشه. چرا؟ ببینید خداوند فرمود لعلکم تتقون. انسان یعنی هدف غایی از این 30 روز روزه‌داری وصیتکم التقواست، و همونی که وصیت اهل بیت تقوا. تقوا چیه؟ تقوا ملکه است. گناه نکردن صرفش نیست. آقا من الان گناه نکردم پس تقوا دارم، نه. تقوا ملکه است، عادته. تقوا این هستش که من مثلا می‌ذارم رانندگی. شما وقتی که رانندگی می‌کنی 20 سال 30 سال رانندگی کردی، اصلا فکر می‌کنی که پام بزنم رو ترمز؟ فکر می‌کنی الان دنده، حالا اونا که ماشینا که دنده‌ایه، دنده رو عوض بکنی؟ نه، اصلا دیگه فکر نمی‌کنی. بعد خلاف اونی که تازه کاره، تازه تصدیق گرفته، پاشو اول نگاه می‌کنه الان پدال گاز، ترمز، کلاژ کدوم بگیرم. اون یکی تقوا نداره. اونی که میخواد فکر میکنه الان نگاه بکنم یا نگاه نکنم، تقوا نداره. کسی که فکر میکنه الان به این موسیقی گوش بدم حالا گوش ندم، تقوا نداره. تقوا اون کسی داره که اصلا اتوماتیکلی دیگه بدنش، ذهنش، تمام روح و روانش در مسیر عبادت و اطاعت خدا قرار گرفته، دیگه اصلا فکر نمیکنه که گناه بکنم یا نکنم. اتوماتیکلی چشش میفته پایین وقتی گناه در جلو چشش میاد. اتوماتیکلی دیگه به صورت اتومات دیگه دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، چیز حرام گوش نمیده. اون شب گفت یکی از گناهام این اف گفتن پدر مادر حرامه، شرعاً حرامه. اف نمیگه مثلا شرعاً حرامه دیگه، نمیگه. تقوا رو وقتی که من 30 روز شوخی نیست، یه روز 2 روز یه کاری رو من عادت کردم. ببین شما همین حالا چیزایی که الان خیلی عادت کردن، شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام و تیک تاک و اینا، به جوونی بذار 30 روز توی اتاق بگو آها اینستاگرام و تیک تاک خلاصه نداره، 30 روز نداره دیگه. روز 31م شاید دیگه حالا حتی فکر این که سمت اونم بره نکنه دیگه، چون 30 روز عادت کرده
بدون اینجور وسایل اجتماعی زندگی بکنه. آقا 30 روز اینستاگرام چک نکردم، زندگی آسمون زمین نیامد، زمین آسمون نرفت، بس میشه زندگی بکنیم، عادت میکنیم. خداوند متعال 30 روز رو گذاشته. اونایی میپرسن چرا من 30 روز روزه بگیرم؟ چرا یه روز 2 روز نیست؟ چرا یه روز نیست؟ چرا 2 روز نیست؟ چرا 30 روز روزه بگیرم؟ به خاطر همینه که من عادت بکنم به گناه نکردن. گناه نکردن برام ملکه بشه و این همون تقوایی است. خداوند میفرماد که لعلکم تتقون، 30 روز عادت بکنید گناه نکنید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قرآن کریم یه آیه‌ای داره واقعا تن رو به لرزه در میاره. ای کسانی که ایمان آوردید تقوا رو رعایت بکنید به حق تقوا، به حق الهی. حق تقوا رو رعایت بکنید. آنچه که خدا میخواد حقش رو رعایت بکنید، حقش رو ادا بکنید. ما تو فارسی میگیم آقا طرف حقش رو ادا کرد. من 2 تا مثال میزنم چون 2 تا آیه داری مختلف هست. این 2 تا رو خوب متوجه بشین میشن در رابطه با تقوا. یه موقع هست یه نفر شما رو دعوت میکنه خونه‌تون، میدونید بعضیش هم زیاد جالب نیست، میگه که بعد شما میرین خونه‌اش میگه گوش گذاشته و مرغ گذاشته و اینها، میبینید که خیلی واقعا زحمت کشیده و حتی قرض کرده به شما خرید و خلاصه مهمانداری کرده. شما میگی که چی؟ حق مهمانداری را رعایت کرد. یه موقع هم هست میرید خونه همچنین شخصی که حالا این مقدار شرایط مالیش مناسب نیست، طرف فقط یه حالا غذای ساده میذاره، پلو خالی مثلا میذاره، نون و پنیر میذاره جلوی شما در حد توانش. شما چی میگی؟ میگی طرف در حد توانش مهمانداری کرد. این 2 تا مثال تو ذهنتون باشه. 2 تا آیه بخونم. آیه اول خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقوای الهی رو به جا بیارید، امر میکنه. خب این خیلی سخته. اهل بیت علیهم السلام که اعلام التقا هستن، اون علمهای تقوا هستن، واقعا فقط اونها هستن که رعایت کردن. در روایت هست که حضرت فرمودن که والله ما عمل بها غیر اهل بیت رسول الله، غیر از ائمه اطهار علیهم السلام هیچ فردی در عالم پیدا نمی‌کنید که به این آیه شریفه عمل کرده باشه، حق تقوا رو به جا آورده باشه. تنها کسی که حق تقوا رو به جا آورده امیرالمومنین است و سید الشهدا است و ائمه طاهرین و امام زمان. حضرت فرمودن که ما نحن ذکرنا الله فلا ننساه و نحن شکرناه فلن نکفره و نحن اطعناه فلن نعصیه. ما خدا رو یاد میکنیم و لحظه ای او رو فراموش نمیکنیم. این معنای تقوا هست. یعنی من قلبم، حرکاتم، تک نفس هام، خیلیه، تک نفس هام جوری باشه که در مسیر اطاعت خدا باشه. نفس میکشم مواظب باشم که این مرضی خدا هست یا نه. این حق تقوا رو انجام دادن. ببینید خداوند یه سری حرام‌هایی داره انسان خب جدا کنه، اون میشه تقوای معمولی. یه موقع هست یه سری چیزا جزء شبهاته، از اونها هم دوری کردن، حق تقوا رو به جا آوردن. روایت به وقت زمان پیغمبر یه سری اومدن اعتراض کردن یا رسول الله ما نمیتونیم به این آیه عمل بکنیم، حق تقوا رو نمیتونیم عمل بکنیم که نه تنها ارزم محضرت که از گناهان دوری کنیم، از شبهات، چون انسان رو شبهات هم راه بره. یعنی شبهات یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که هم احتمال داره حرام باشه حلال باشه، یه لقمه‌ای که شبهه ناکه بالاخره در حرام میفته. فقط اهل بیت بودن که به این عمل کردن که امیرالمومنین که روایت منسوب به حضرت فرمودن که اگر یک قطره شراب در چاهی بیفتد، از اون چاه زمینی رو مزرعه‌ای رو آبیاری کنن، از اون مزرعه گوسفندی غذا بخوره، من از گوشت اون نمیخورم. این درجه از تقوا. مردم شکایت کردن یا رسول الله ما نمیتونیم، از ما بر نمیاد. آیه دیگری نازل شد
فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم یعنی تا اونجایی که توان دارید، تا جایی که میتونید، ازتون برمیاد که دیگه عذری ندارید دیگه. یعنی این که از محرمات انسان جدایی باش، جدا بکنه خودش رو و عادت بکنه به گناه نکردن، این یه حداقل تقوا. فکر نکنید شاکار زدیم، نه، این حداقل ما استطعتمه. یعنی شما از تمام گناه هم دوری کنید، تازه به این آیه دوم عمل کردی که فاتقوا الله ما استطعتم. اون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هست که تقوای حق تقاته رو داره. ما میخوایم تو اون مسیر حرکت بکنیم، ما استطعتم بشیم در حد توان. ولی خود امیرالمؤمنین فرمود و ان امامکم قد اکتفی من دنیا بتمره. حضرت فرمودن که امام شما از این دنیا به 2 تا لباس کهنه بسنده کرده. یعنی چی علی جان؟ یعنی لباس سوم بگیری خلاف اون حق تقوای میگه. آره، چون ممکنه اون لباس سوم نیازم نباشه، روز قیامت منو یه لگنپا نگه دارن، میگن که چرا؟ میگن بهلول گفتش به پادشاه وقتش خلیفه عباسی بیا یک چالنجی بذاریم، چالشی بذاریم، من میرم رو آتیش، هر کسی بره رو آتیش وایسه اموالش رو بشمونه. خب رفت رو آتیش، بهلول وایساد گفت عبام و کتابم، اومد پایین. گفت حالا تو برو. امیرالمومنین یک شخصی هست میگه من بچه بودم رفتم مسجد کوفه با پدرم، دیدم یک آقای بالای منبر نشسته، هی دستش رو اینجوری تکان میده. گفتم بابا این داره چیکار میکنه؟ گفت این علیه، این آقا 2 تا لباس بیشتر نداره، یکیشو شسته، اینو شسته، وقت نداشته که خشکش آورده داره خشکش میکنه. این امیرالمومنین حق تقاته رو داره رعایت میکنه. حضرت فرمود از دنیاتون فقط 2 تا لباس کهنه و من طعمه به قرصی، از غذا هم 2 نوع. همون شب شهادتش آقا چی فرمود؟ وقتی که دخترش ام کلثوم غذا آورده بود، نان آورده بود و نمک و حضرت فرمودن که و شیر، حضرت فرمودن که من کجا دیدی که 2 تا وعده غذایی با هم بخورم؟ یا شیر رو بردار یا نمک. بعد فرمود شیر رو بردار، من نان و نمک میشم. حضرت فرمودن که شماها نمیتونه، الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، شما این تقوای منو نمیتونید رعایت کنید، اما ولکن عینونی به ورع و اجتهاد، اما منو یاری کنید با ورع، با تلاشتون، مستطعتم، همون مستطعتم، تا اونجایی که توانتون هست. نمیتونید علی بشید در تقوا. روایت معروفی هستش که ابودردا میگه اون زمان که در مدینه بودیم، یه روزی خب امیرالمومنین رفت تو نخلستون‌ها کار میکرد با کارگرها و اینها. منم رفته بودم داشتم نگاه میکردم امیرالمومنین داره کار میکنه کنار کارگرهای دیگه. غروب شد، همه رفتن، امیرالمومنین وایساد تو نخلستون. منم از پشت نخلستون‌ها داشتم آقا رو دید میزنم، نگاه میکنم آقا چی کار میکنه. میگه دیدم که آقا امیرالمومنین علیه السلام همه که رفتن نمازی که خوند شروع کرد به عبادت کردن، شروع کرد مناجات کردن، چنان مناجات دلسوزی کرد و اشک میریخت و این مناجات و این دعا رو میخوند تا نزدیکای نیمه شب شد. عبادت، نماز، دعا. بعد دیگه صدای از آقا نیومد. گفتم حتما آقا خوابش برده، همونجا میمونم صبح بیدارش میکنم مثلا بریم نماز. میگه صبح سحر شد در واقع. گفتم برم آقا من نماز شب مثلا بیدار بکنم. میگه رفتم آقا رو بیدار کنم، هرچی تکان میدم آقا تکان نمیخوره. گفتم انا لله و انا الیه راجعون. برگشتن دوان سمت خونه حضرت زهرا سلام علیها. در زدم گفتم زهرا جان ببخشید خبر بدی آوردم، امیرالمومنین از دنیا رفت. حضرت زهرا سلام علیها فرمودن که نه، امیرالمومنین کارش هر شب اونقدر از ترس خدا دعا میخواند و گریه میکند و زجه میکند تا اینکه قش میکند رو زمین میفته. این تقوا الهی حق تقاته. خب ما به اینجاها نرسیدیم، نمیتونیم شاید برسیم، اما
وصیتکم التقوا، وصیت خود اهل علیهم السلام به من و شما شیعه تقواست. حدمون رو تا اونجایی که میتوانیم، مستطعتم، تا اونجایی که در توانمون هست، حق تقوای الهی رو به جا بیاریم. حق تقوا واقعا حالا اینقدر هم کم نیستش که ما استطاعت ما خیلی بالاتر از این حرف هست. بعضی موقع خودمون رو ما کم میگیریم، استطاعت ما بالاتر از این هست. قصه میر داماد دختر پادشاه معروفه. میر داماد دیگه از علمای اصفهان بود. یه روزی نیمه شب مدرسه علمی خالی بود، هیچ کس نبود. نیمه های شب دختر خانومی در میزنه، دختر خانم زیبایی در میزنه، میگه من راه گم کردم و کسی هم بلد راه نیست. خب زمان قدیم 300-400 سال پیش بوده و خلاصه چراغ نبوده، سخت بوده. نیمه شب دختر خانم چجور میرسه به خونش برسه؟ ازت خواهش میکنم من امشب اینجا نگه دار تا صبح من بتونم راه پیدا کنم. اینم میگه چاره نیست، من خدا تو راه افتاده، مدرسه هم هیچ کس نیست. خلاصه میاره و دختر خانم در یکی از حجره ها نگه میداره این دختر تا صبح میشه. دختر خانم خداحافظی میکنه و میره و نگو دختر پادشاه وقت بوده. پادشاه ناراحت نگران که دختر من دیشب کجا بوده و دختر وقتی میرسه میگه آره من رفتم فلان مدرسه علمیه و اون آقا از من مواظبت کرد و هیچ خلاصه جسارتی هم ما نکرد. خلاصه ما تو اتاق بودیم و تا صبح اومدیم. میگن برید آقا رو بیارید، میره داماد رو بیارید. میارنش، میبینن که دست انگشتاش سوخته، تازه هم سوخته که مال تازه است. گفتن که پادشاه میگه که میره داماد چه دست انگشتات چی شده، چرا سوخته؟ میگه هیچ چیزی، حالا ولش کن. میگه نه خب بگو چی شده. میگه آخه دیشب وقتی که خب مدرسه علمی خالی این دختر خانم من شیطانم اومد سراغ من. یه شمعی داشتم جلوی دستم، هر موقع که شیطان اومد سراغم این یکی از این انگشت‌ها رو بردم سمتش رو بسوزم. میگفتم این اگه نمیتونی تحمل کنی تو جهنم نمیتونی ها. دوباره میمد دوباره یکی انگشت دیگه. گفت اگه این نمیتونی تحمل کنی تو جهنم نمیتونی ها. نمیتونی. تا اینکه صبح شد بالاخره اومد. اما داستانش معروفه. اتقوا الله ما استطعتم، تا اون جایی که ما در توانمون هست در این ماه رمضان سعی کنیم چشممون گوشمون، اگر میگیم شیعه امیرالمومنین هستیم، اگر میگیم که مرید این ائمه طاهرین هستیم، وصیتکم التقوا، وصیت اهل بیت تقوا. یک گروهی از شیعیان آمدن به من زمان امام رضا علیه السلام آقا رو ببینن. در زدن، خادم آقا در وا کرد گفتش که شما گفتن که ما شیعیان علی هستیم، میخوام امام رضا رو ببینیم. خلاصه خادم اومد و گفتش که آقا اینا اینجوری میگن. حضرت فهمیدن که نه بگید که من کار دارم و اینا نمیشه. گذشت، فردا اومدن دوباره در زدن، دوباره حضرت همین جواب دادن. ای بابا، روز سوم، روز چهارم، تا 60 روز اومدن اینا در زدن و آقا فرمودن که تا روز 60 دیگه اینا کلافه شدن. گفتن که به خادم گفتن برو با آقا بگو ما 60 روز من در خونه در زدیم، ما الان با چه روی برگردیم سمت خونه؟ الان برگردیم همه ما رو مذمت میکنن، میگن شما 60 روز رفت اونجا آقا تو بهتون اجازه نداد ببینیدش، خواهش میکنیم ما اجازه بدید بیایم. خلاصه آقا اجازه میدن، میان داخل سلام میکنن، آقا جواب سلام نمیدن. چند شب پیش در رابطه با سلام صحبت کردیم، گفتیم که سلام، جواب سلام از طرف امام رحمت و برکت برای ما، اما مواظب باشیم خدا نکنه یه وقت ما بگیم السلام علیک یا صاحب الزمان، آقا بگه چه سلامی، چه علیکی، کجا بودی تا حالا؟ جوابمون نده. امام رضا علیه السلام جواب ندادن. دیگه اینا خیلی براشون تشنه گفتن آقا جان چرا ما اینجا برخورد میکنیم؟ 60 روز که ما رو راه ندادی، حالا که جواب سلام نمیدی. نکنه امام زمان من اینجا برخورد بکنه، نکنه که کارهای من اونقدر بد شده، اونقدر رو سیاه شدم که دیگه حضرت نخواد جواب سلام هم بده. چرا؟ حضرت فرمودن علتش اینه که ویحکم انما شیعة الحسن والحسین و شیعته الحسن والحسین و سلمان و ابی ذر و مقداد و عمار و محمد بن ابی بکر الذین لم یخالفوا شیئا من اوامره.
ولم یرتکبوا شیئا من زواجره. شما گفتید ما شیعیان علی هستیم. شیعه علی کجا بود؟ شما کجا؟ شیعه علی امام حسن بود، سلمان بود، ابوذر بود، اینها بودن که به اوامر اهل بیت، به اوامر امیرالمومنین رو انجام میدادن، از گناهان دوری میکردن. شما که حالا هر کاری دلتون میخواد میکنید، شب میخواد میگین که ما شیعه علی هستیم. اون چه شیعه گری است؟ گفتن آقا پس ما چی بگیم؟ حضرت فرمود بگید که ما محب هستیم، محب علی هستیم، دوستدار علی هستیم. خلاصه اینا استغفار کردن، گفتن آقا ما رو ببخشید و گفتن آقا خلاصه ما بهتون عرض میکنیم ما محب پدرتون هستیم، محب شما هستیم. و حضرت هم خلاصه از اون تفقدی کردن و سلام کردن و خلاصه در آغوش گرفتن. خلاصش اینه که وصیتکم التقوا، قرآن میفرماد ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. 2 تا 4 تاست، نمیشه بگیم من محب علی هستم، محب اهل بیت هستم، محب امام زمان هستم اما تبعیت نکنم. آیه قرآنه. ان کنتم تحبون الله، این مردم اگر ادعا دارید خدا رو دوست دارید ازش تبعیت بکنید. یحببکم الله، تا اینکه خدا هم شما رو دوست داشت. رابطه طرفه نیست. باید بگید که آقا من تبعیت میکنم، من محبت دارم. این برخلاف مسیحیت، یعنی دقیقاً برخلاف مسیحیت که میگه که چی؟ مسیحیت امروزی، البته نه مسیحیت حقیقی. مسیحیت امروزی چی میگه؟ میگه تو فقط عشق، محبت، اون مسیح رو بهش اعتقاد داشته باش کافیه. یه عبارتی حالا آوردم خواستم بخونم، انگلیسی از حالا نمیخونم. So what you're saying is that this is definitely totally unlike Christianity, where they say that it is enough for you to have love for Jesus. You don't have to do anything. You don't have to, basically practice anything special. As long as you love Jesus, you're guaranteed to enter the heaven. Let me read a phrase or a paragraph from one of the Christian websites. It's an essay that I found there on the website, and they refer to the Bible. It says that on the cross he said, "It is finished." Finished means paid in full. His death was not the down payment for our wrong, but the full payment. It was not Jesus Christ plus our good behavior that paid our sins before God. It was Jesus Christ alone that paid for the debts. Jesus Christ forever satisfied the wrath of our holy God. یعنی مسیح، بعد حالا عباراتی از انجیل هم میارن که بله مسیح برای گناهان ما از دنیا رفت، نه اینکه مسیح به اضافه اعمال خوب ما، نه، همین که عشق مسیح رو داشته باشید تمام است برای تو و تو کلید بهش دستته. اینا تعابیری است که باهاش شوخی هم ندارن، میگه حالا شاید مثلا یک مجازی در کار، نه، خیلی صریح اینا رو بیان میکنن. در بایبل منحرف، یعنی تحریف شده امروزی هم این تعابیر هست. این دقیقاً برخلاف تشیع. آموزه های تشیع دقیقاً برخلاف اینه. آموزه تشیع اینه که ان کنتم تحبون الله، اگر خدا رو دوست داری باید تقوا داشته باشی، باید عمل داشته باشی. عشق تنها تو رو به جایی نمیرسونه. روایت داره انسان وقتی که در داخل قبر میذارن 6 تا شخصیت رو میبینه. شخصیت اول سمت راست، شخصیت دوم سمت چپ، یکی پایین پا، جلوی سر، دور تا دورش. اینا کیان؟ یکی نمازشه، یکی روزشه، یکی حجشه، یکی زکاتشه، یکی خلاصه رفتار خوبی که با مؤمنین داشته. هر چقدر که نماز رو قشنگتر خوندی، بهتر خوندی، اون انسانی که میبینی در قبر کنارت قشنگتر و خوشگلتر طبیعیه. هر چقدر که روزت رو بهتر گرفتی، روزه با تقوا گرفتی، اون شخصی که نمایانگر روزه توه قشنگتر اونجا ظاهر میشه. این 5 تا نگاه میکنن به اون 6میه، میگن تو دیگه کی هستی؟ چقدر خوشگلی، چه عطری، چه بویی، تو کدام عملش هستی؟ میگه من ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه و ائمه طاهرینش هستم. اون محبتی که به اهل بیت علیهم السلام داشتش در یک انسان ظاهر میشه اونجا برات و در کنار مونست خواهد بود تو قبر. تقوایی که شما اینجا حاصل میکنین تو قبر میفهمید که
حضرت فرمودن که بیشترین جایی که میفهمید چقدر این محبتت برای ما به درد میخوره اون لحظه که میرسه به اینجا، جان میرسه به اینجا، بیا الحمدلله که محب علی بودم، به شرطی که با تقوا بوده باشم. عرض زمین عزیزان، حالا عرض رو جمع بکنیم، وقتی هم زیاد نگیریم. گناه، دوری از تقوا انسان رو کم کم از ایمان هم جدا میکنه. قرآن کریم میفرماید که ثم کان عاقبة الذین اساءوا سوءا کذبوا بآیات الله. عاقبت کسانی که گناه روی گناه گذاشتن اینه که ایمانشون رو هم از دست میدن. اینجوری نیستش که من فرض بکنم حالا یک گناه، حالا دو گناه، حالا سه گناه. قرآن میگه ثم کان، یعنی فکر نکن الان که خب خدایا من که محبت علی اولادشو دارم و الحمدلله. حاج آقام که امشب گفتش که اون محبت امیرالمومنین امشب خلاصه شب اول قبل میاد تو قبرم و خیلی حال به ما میده و لذت دارد و فلان اینها. پس نه، قرآن میفهمه ثم کان عاقبة الذین اساءوا سوءا، کسانی که گناه روی گناه میذارن عاقبتشون این میشه که ایمانی هم که دارن، یعنی اون محبتی هم که برای اهل بیت دارن خدا از دلشون میبره. کلامم فقط با همین روایت تکان دهنده واقعا تمام بکنم. از آقا امیرالمومنین علیه السلام حضرت فرمودن که هر بنده 40 تا پرده خدا براش گذاشت. خدا ستار العیوب. این پرده ها یعنی چی؟ یعنی من اگر گناه کردم خدا نمیخواد بنده‌اش مفتضح بشه. اگه این پرده ها نبود من مفتضح میشدم، مردم میفهمیدن من گناهکارم. خداوند پرده هایی قرار داده، 40 تا پرده برای مؤمن قرار داده. حضرت فرمودن با اولین گناه کبیره اولین پرده از این پرده ها برداشته میشه، دومین گناه دومین پرده، سومین گناه سومین پرده، تا اینکه 40مین پرده هم دیگه برداشته میشه با 40مین گناه این بنده. خدای مهربان ببین. حضرت فرمودن وقتی کار به اینجا میرسه خداوند امر میکنه که فرشته های من، بنده من پرده هایی که براش گذاشته بودم و از بین برد با این گناهانش. حالا وقت شماست، شما برید با بالهاتون بپوشونید براش، گناهانشون بپوشونید، مفتضح نشه. خیلی خدای مهربونه. روایت امیرالمومنین فرمودن که حضرت این ملائکه میان برای شما باز هم میپوشونن، اما کار به جای میرسه که این ملائکه هم دیگه خلاصه منزجر میشن، خسته میشن، میگن خدایا این بنده تو خیلی بی حیاست، خدا نکنه، خدا این بنده تو خیلی بی حیاست، ما دیگه از رفتار زشت این بنده خجالت میکشیم. اونجاست که حضرت فرمودن که خداوند امر میکنه شما هم یه بالهاتون رو بردارید. تا اینجاش خیلی بده، اما بدتر از این تکشه. حضرت فرمودن، امیرالمومنین فرمودن وقتی اتفاق میفته، وقتی اینها بالهاشون رو برمیدارن، فاذا اخذ فی بغضنا اهل البیت، اون نور محبت امیرالمومنین از قلبت وقتی کار به اینجا میرسه، نور محبت اهل بیت از قلبت برمیدارن، بغض اهل بیت در دلت میشینه. تا حالا نشده تو همین سندیگو، تو همین آمریکا افراد زیادی دیدی قبلا مسجد میومد، قبلا نماز میخوند، قبلا شرکت میکرد، قبلا کمک میکرد، الان مسخره میکنه. چیه شما دیوونه دورم جمع میشین سینه میزنید گریه میکنید؟ چی شده؟ همین اتفاقی تو این روایت افتاده، برای اون شخص افتاده. گناهان پشت گناهان اومده تا جایی که نور محبت از قلبش بردن، جایگزینش کردن با بغض اهل بیت علیهم السلام. و وقتی که بغض اهل بیت در دل انسان بنشینه دیگه کارش مشخصه، شقی و بدبخت دنیا و آخرت خواهد شد. خدایا دستمون رو تو این دنیا و آخرت بگیر. وصیت اهل بیت وصیتکم التقواست. خدایا کمکمون کن به وصیت اهل بیت علیهم السلام عمل بکنیم. خدایا کمکمون کن با اعمال خیرمون، با تمرین تقوا در این ماه مبارک رمضان دل امام زمانمون رو شاد بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج وجعلنا من خیر انصاره و اشیاعه و اتباعه و المستشهدین بین یدی. خدایا
خدا رفتار ما، اعمال ما، مرضی امام زمان قرار بده. ما را از اصحاب و انصار خاص امام زمانمون قرار بده. خدایا همه مرضایشی شفای عاجل عنایت بفرما. خدای شب اول قبر علی اولاد علی به فریاد هممون برسان. ای خدا از نسل ما دشمن امیرالمؤمنین قرار مده. خدا از این بانیان خیر عزیزانی در این شبها زحمت کشیدن به نحو احسن قبول بفرما. همه گذشتگانمون رو، رفتگانمون رو، اسیران خاک رو تو این شب عزیز یاد بکنیم. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.